حاج محسن جان این نوشته های پشت کامیون که بین مردم هم معروفه، بله بله بله، اینا رو خودتون انتخاب میکنین میگه اینو بنویسین؟ هر کسی خودش به عقیده خودش انتخاب میکنه. مثلا این پشت بله پشت کامیون یه دنیایی داره، جلوی کامیون یه دنیای دیگه ای داره. با خدا باشو. بله مثلا پشت کامیون نوشته عاقبت مثلا فرار از مدرسه. باور کن رفیق بیکلک مادر. آره می نویسن اینا رو می نویسن. از عشق تو چیه اون عشق بعد تو رفتم من پشت کامیونم خودم نوشته بودم برو خدا به همراه. ایوالله. چون یه دنیایی داره جلو کامیون یه دنیای دیگه. جلوی کامیونم تابلو بالاش نوشته بودم یا حسین. الله. چون ارادت به امام حسین دارم، پدر خدا بیامرز من 60 سال آشپز امام حسین بوده. ای جانم. و خودم الان 40 سال نوکر امام حسینم، در خونه امام حسین دارم آشپزی میکنم. این کفگیر نوکری رو بابا خدا بیامرزم بهم داده. و وصیت بهت میکنم این در خونه رو ول نکن، هرچی میگوی رسید امام حسین. ای جانم.